سلام بچه ها. میخوام فوروارتس بیت کوین رو بگیرم. هم خلاف روند هم خلاف چرخ. فوروارتس هم روند صعودی هم نزولی فرق نمیکنه. سیل هم بای. بچه چارت که باز کردین یعنی متوجه باشین که کلا چارت خوب معلوم شده. خب یعنی چارت یعنی کلا هم خطاشون بالا پایین شده. این عرضه تقاضاهایی که بالا پایین دیده کلا همه باید معلوم بشه. خب یعنی الان اینجا اومدیم خوب چارت یعنی توی 15 دقیقه این چارت این کف و سقف‌ها رو مشخص میکنیم. یکی از این سقف میندازیم، یکی از این وسط میندازیم که برای این نایه رو برخورد کرده برای بای گرفتن. یا خوب نگاه میکنیم یعنی نایه برای بای گرفتن میشه. آره یه جای یه مینور هست، یه جای سقف درست کرده یعنی کف درست کرده، میتونیم بای بگیریم از اینجا. تیپیه که دوتون خوب مشخص کنیم. تیپیه که دوتون مشخص کنیم. تیپی یک داد تیپی دورم داد. اینو پاک میکنیم. بچه های کف سقفایی که ایجاد زده خب میگم پیش بریم که بهمون معامله میده. یه خطی که وسط انداختم یعنی خیلی نایه سالمیه، اینو داره نمیتونه بشکنه. نگاه کنید همون کف بالاتر زده، سقف بالاتر زده، احتمال شکست زیاده. این معامله که دارم باز میکنم تیپیش یعنی 40% حسابش 60%. تیپی یکی ایجاد داد، اگه به سقف برخورد کنه معامله دیگه اضافه میکنم. اینجا یکی دیگه اضافه میکنم معامله. احتمال از سقف شکستن زیاده اینجا، چون که به سقف زیاد برخورد کرده. اما روندم نزولی بود، به خاطر روند در این معامله یعنی پر ریسکی یعنی. این تیپی یک شده اینجا استاب زد، چه با قدرت زد. پایین بزنی همش پاک میشه. خب اینجا یه قدر از سقف برخورد کرده این وسط، خیلی ناحیه خوبیه. اگه بیاد تیمایی ای پایین بیاد ما بایریم. نیومد پایین، رفت بالا، اسپایک زده. این مینور هست که اسپایک زده وسطش.
این خیلی در نظر بگیرین، خیلی یعنی جایی که اسپایک زده وسطش مینور باشه خیلی یعنی احتمال برخورد زیاده یعنی. اینجا کف سقفشو مشخص میکنه، اینجا یه مینور هست. اینجا برخورد کرد، نگاه کنید برخورد دوم بیاد ما بایریم. برخورد دوم یعنی صبور باشین، یعنی جایی که نقطه ورودتون پیدا کردن اونجا صبوری کنین بهتون نقطه ورود میده. یعنی نگاه راست رفت تیپتون رو زد، از اینجا زدن معلومه. اگه دوباره پس توی نایه بیاد من دوباره بای میگیرم. اینو که انداختم سخت معلوم بشه دیگه. نایه رو شکست. نایه کندل بزرگ دارم پیک پریکود باشه، شکستش معلوم نیست، درست شکسته زد توی اسپایک. از این نایه دوباره بایریم. این خط پای میکنم، دوباره اومد توی نایه. احتمال استابش اینجا زیاده، چون که این مینور که وسط در نظر گرفتم خیلی ریسکش بالایه. اینجا استاب زد. این مینور که اینجا در نظر گرفتم اینم درست نیسته، یعنی این پایینش کس که کف اینجا درسته. آره از اینجا میتونیم پایین بای بگیریم. روند عوض شد بچه ها، روند شد سعودی نزولی شد. به این سخت دوباره برخورد کنه ما سلری برخورد کرد. درست برخورد کرد سلری. اینجا استاب زد، از این بالا شیری دیگه میگیریم. اگه اینجا استاب خوردیم میتونی اینجا اسپایک بده، احتمال اسپایک هم زیاده. دوباره معامله دیگه اضافه میکنیم. یک معامله باز داریم هنوز. من اینجا جدا میبندم معامله رو، چون که سقف بالاتر زده احتمال سقف شکستن زیاده.
اینجا اسپاک میزنه، زیاد نقدینگی جمع کردی وسط. این سقف که اینجا وسط در نظر گرفتم، سقف جای خوبیه، یعنی زیاد 3 بار برخورد کرده، یعنی جای مینور بسته، اون مینور رو در نظر میگیرم. 1 2 بار 3 بار برخورد کرده به این سقف. بیا سلرم اومد به این سقف. راست اومد. یه معامله دیگه اضافه میکنم، برخورد دومه. یه راست اومد اینجا تیپمونو داد. این اونجا که سقفا که زیاد یه وسط اسپایی که چیزی مینور باشه، اونجا سقف درست میکنه. 1 بار 2 بار 3 بار سقف درست کرده. یعنی یه سقف درست کنه اونجا رو در نظر بگیری، یه مینور حتما اونجا هست. توی 5 دقیقه 15 دقیقه فرق نمیکنه، بری نگاه کنی مینور پیدا میشه اونجا. این مینور که دارم میگم اینه. این نایر نمیتونه داره بشکنه، نگاه کنید پایین شکست. نگاه به این میگه ما شکست. اینجا رو نگاه کنید رفت طرف پایین. ما 3 داریم. این خط که اینجا گذاشتم پس به اینجا بیاد برخورد کنه 3 میگیریم. اونجا هیچ مینوری نیست، احتمالی که اومدنش خیلی کمه. اومد 3 داریم. اما اینم 60 به 40، 40 تیپی 60 استاپ. بچه فارسی میگم ضعیف اما اداره کنین. نزدیک استابم اومد، استابو میزنه، زد استابو، زد استابو. این سقف بالایی که هست اینجا، از اینجا هم سل بگیریم میشه. که اینجا سقف هست، نایه خوبیه اینجا. 2 بار 3 بار برخورد کرده. بچه این فوروارتس خوب، فوروارتستون مثلا خوب، فوروارتستون خوب برای مثلا 20 معامله بگیره، 15 تاش تیپی بشه، 5 تا استاپ، فرق نمیکنه، یعنی خوبه گنه فوروارتستون. دوباره به این سقف بیاد، من دوباره سل میگیرم. اینجا تیپی مداد. این برخورد کوچیک که اومده و اینو من در نظر نگرفتم. بازار رفت پایین، نکن به سقف داره زیاد برخورد میکنه، احتمال به سقف شکستن زیاده. طرف پایین زد، چقدر استاپ جمع کرد، داره میره بالا. نیا مردم اینجا چقدر دنبال، اینجا مردم همه سل گرفته بودن، اینجا نایر شکست. یا
حساب مردم همش جمع کرد. اینجا اینه که بهمون نقطه ورود میده، منتظریم. اینی وسط گذاشته یه مینار هست اینجا. نقطه ورود داد. دوبار داره به این سقف برخورد میکنه، یه بار دوبار، دو سه بار برخورد کرد. میتونستی اینجا معاملتون اضاف کنین دو سه تا. دوباره به سقف بیاد مسئله رو صبر کنین. یعنی اون نقطه ورودتون پیدا کردن، اگه صبر کنین بازار حتما میاد بهش برخورد میکنه. برخورد کرد، مسئله داریم اینجا. دستاپتون بالای مینور بذارین، وسط یه مینور پیدا کنین. درست داره میره پایین. دوباره اگه بیاد توی نایه دوباره معامله اضافه میکنه. هر کی جای من بود اینجا معامله رو میبست، من میبندم. چون که معامله اصلی بود من اینجا میبستم، تمام نمیکردم. سخت زیاد برخورد کرده، 1 2 3 4 5 6 بار به سقف برخورد کرده. احتمال از بالا شکستن اینجا زیاده. معامله رو فعال کرد، تیپی 1 داد، رفت بالا استاپ بزنه، زد. نایه خوب پیدا کرده بودیم، اما تیپیمون کوچیک میذاشتیم 2 بار 3 بار بهمون معامله خوبی میداد. تیپیمون طمع کردیم دیگه. بچه های فوروارد تست که دارم میگیرم خلاف رونده هم خلاف جهته، فرق نمیکنه. یعنی اگه نزولی باشه فقط سل میگرفتیم، اگه سعودی باشه فقط بای میگرفتیم. اینطوری میشه حساب کم میخورین همیشه. اونم براتون میگیرم، ویدیوشو میذارم. از این نایه بایری ایرو رفت، تیپی رو زد. دوباره بیاد برخورد کنه، دوباره بایری. نه تا این کنج اومد برخورد کرد، دوباره بایر رو هم رفت. تمام رو باز میکنم، رفت.
این وسط در نظر میگم اما مینور نیسته. این وسط میذارم که یعنی وسط بره بالا. مینور نیست. اما اینجا وسط یه مینور جور کرده. اینجا هم 60/40. اینجا هم 60/40. خیلی جای ریسکش بالاه. اینجا ما کنیم این مینور در نظر نگیریم بچه ها. این مینور من دارم 60/40 اینه. نه که اگه حسابتون یکم میذاشتیم بالا جمع میکرد. به این آیه اومد یه معامله دیگه اضافه کنم من، چون که اینجا پول بک زده. نگاه کن این آیه رو خوب برده بالا. سخت بالاتر داره میزنه. دوتا تیپی رو هم داد.